اگه تو هم میخوای این پاییزو متفاوت شروع کنی، این 5 عادتی که میخوام بهت یاد بدم و حتما اجرایشون کن. سلام دوستان، امیدوارم که حالتون عالی باشه. اومدم با یه اپیزود دیگه از پادکست مهوا و امروز میخوام بهتون 5 عادت خیلی خیلی مهم یاد بدم که خودم قبل از اینکه این عادت‌ها رو داشته باشم زندگیم با زندگی الانم خیلی متفاوت بود و بعد از انجامشون واقعا تغییر کردم و به شما هم پیشنهاد میکنم حتما اجراشون کنید. این عادت‌ها اینطوریان که خیلی ساده‌ان، خیلی کم وقت میگیرن اما نتیجه خیلی زیادی روی شما میذارن. اولین عادتی که میخوام در موردش براتون توضیح بدم عادت ژورنال نویسیه. عادت ژورنال نویسی چرا مفیده؟ شما وقتی که با یک مشکلی روبرو میشید و ژورنال نویسی نمی‌کنید، هی خودخوری می‌کنید، هی تو ذهنتون مشکل مرور می‌کنید و هیچ وقت نمیرید سراغ راه حلش، نمیرید فکر کنید که چطوری میتونید حلش کنید. اما وقتی ژورنال نویسی می‌کنید، تمام داده‌هایی که در مورد اون مسئله دارید رو میارید رو کاغذ و ذهنتون بهتر، فعالیتش بهتر میشه و بهتون میگه که چی کار باید بکنید که مشکلتون حل بشه. پس اولین عادت ژورنال نویسیه و خیلی نتیجه میده. حتما امتحانش کنید. هر روز 1 بار ژورنال نویسی کنید و تمام مشکلاتتون رو با ژورنال نویسی حل کنید. دومین عادتی که میخوام براتون توضیح بدم عادت ورزش کردنه. ورزش کردن چه تو باشگاه باشه چه تو خونه، هر طوری هم که باشه هیچ فرقی نمیکنه. فقط مهم اینه که شما هر روز یه تایم کوتاهی ورزش کنید. چرا ورزش کردن مفیده؟ چون که شما با انجام حرکات سخت‌تر اطمینانتون به خودتون و عزت نفس و اعتماد به نفستون میره بالاتر و وقتی که اعتماد به نفس و عزت نفستون میره بالاتر در انجام کارهای روزانه‌تون و وقتی که به چالش‌های مختلف برخورد میکنید اعتمادتون نسبت به خودتون بیشتره و راحت‌تر میتونید در مقابل چالش هاتون دووم بیارید و ادامه بدید. و یه عادت دیگه‌ای که میخوام براتون توضیحش بدم یعنی عادت سوم، عادت برنامه‌ریزی روزانه است. چرا برنامه‌ریزی مهمه؟ کسایی که هر روز برنامه‌ریزی میکنن میدونن که قراره هر روز چه کارهایی رو انجام بدن. به خاطر همین هیچ وقت سردرگم نمیشن، اهمال کاری نمیکنن، کمالگرایی نمیکنن. البته یه سری افراد هستن که کلا برنامه‌ریزیاشون همراه با کمالگرایی که برای کمالگرایی یه پادکست جدا میگیرم، کلا قاطی اون موضوع نمیشیم. اما در مورد اهمال کاری، افرادی که برنامه ریزی ندارن چون یک لیست کامل از کارهاشون ندارن مدام یک سری کار تو ذهنشون پراکنده است و هی به خودشون میگن این کار رو انجام میدم اون کار رو انجام میدم و انجام نمیدن، هی پشت گوش میندازن، هی عقب میندازن. اما کسی که برنامه ریزی داره هر کارش جای مشخصی برای خودش داره و کارهاش کوچیکه، کارهاش سنگین نیست. مثلا نمیگه من میخوام درس بخونم، میگه من 1 ساعت میخوام ریاضی بخونم، 1 ساعت میخوام فیزیک بخونم، 1 ساعت میخوام زیست بخونم، اینطوری. پس عادت سوم عادت برنامه‌ریزیه که خیلی مفیده، خیلی کارآمده. حتما ازش استفاده کنید. خیلی ازش نتیجه دیدن و از هر آدم موفقی بپرسین که چطوری کاراتو انجام میدی، میگه که برنامه‌ریزی روزانه داره. عادت چهارم عادت آموزش دیدنه. چرا عادت آموزش دیدن مهمه؟ فرض کنید شما توی مسیر قدم گذاشتید و یک هدفی بر خودتون تعیین کردید. این هدف میتونه درس باشه، میتونه کار باشه، میتونه لایف استایل باشه، هر هدفی میتونه باشه. شما توی این راه باید یک سری آموزش ببینید. مثلا من میخوام یک یوتیوبر ماهر بشم، باید در راستای یوتیوبر شدن آموزش ببینم، باید در راستای مطالبی که میخوام توضیح بدم آموزش ببینم. من میخوام یه مدرس توسعه فردی بشم، باید برم کتاب‌های توسعه فردی بخونم، باید برم دوره‌های توسعه فردی و پادکست‌های توسعه فردی گوش کنم. من دانش آموز کنکوری ام، باید برم روش مطالعه کار کنم، باید برم نحوه تحلیل آزمون یاد بگیرم. یعنی شما تو هر مسیری که باشید یک سری مطلب هست که باید یاد بگیرید. پس باید چیکار کنید؟ باید عادت به آموزش دیدن داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی هر روز یک تایمی رو بذارید برای آموزش دیدن. مثلا من هر روز میام 10 صفحه کتاب در مورد این موضوع میخونم، هر روز 10 دقیقه پادکست در مورد این موضوع گوش میدم. پس اینم از عادت چهارم، یعنی عادت آموزش دیدن. عادت پنجم شامل 2 تا روتینه. روتین صبح و روتین شب. چرا روتین صبح و روتین شب مهمن؟ روتین صبح شما وقتی که از خواب بیدار میشید یک سری کارها رو باید انجام بدید که حالت موتور فعال کننده بر شما باشه. فرض کنید وقتی که شما سوار یک ماشین میشید، تا وقتی که ماشین رو روشن نکنید، تا وقتی که به ماشین دنده ندید، تا وقتی که ترمز دستی رو نخوابونید، ماشین شروع به حرکت نمیکنه. درسته؟ پس ما هم باید اول صبح یک سری کار انجام بدیم که بتونیم اون
خودمون رو راه بندازیم، بتونیم کارکرد ذهنمون رو راه بندازیم که بازدهی بهتری داشته باشیم. پس روتین صبح یک سری کار کوچیکه که باعث میشه شما راحت تر شروع کنید. حالا بخوام به عنوان پیشنهاد براتون یک روتین صبح بچینم، روتین صبح خودم رو میگم. من صبح که بیدار میشم اول از همه آب میخورم. آب باعث میشه که تمرکز شما بره بالا، بدنتون دهیدراته بشه. و مورد دوم شوک‌گذاری باعث میشه شما چیزهایی که دارید رو ببینید و این خیلی کمک کننده است. مورد سوم روتین پوست و روتین دندونه. روتین پوست خودش یه حال خوب به شما میده، روتین دندون بهتون یه حال خوب میده و اینا خیلی کمک کنندن و باعث میشن که شما با انجام این کارهای کوچیک اون اعتماد به نفس رو بگیرید، اون دوپامین رو بگیرید که من راه افتادم، برم سراغ کارهای سخت‌تر. هی به مرور کاراتون رو انجام میدید و آخر شب میبینید یک لیست درازی رو تیک زدید و با هر تیکی که میزنید اون دوپامین رو دریافت میکنید و این تیک زدن مداوم باعث میشه که شما هی کارهای بیشتر انجام بدید و با آخر شب که رسیدید ببینید حدود 10 ساعت یا 9 ساعت 8 ساعت هر چقدر کار مفید انجام دادید. در مورد روتین شب بخوام بهتون بگم، همونطوری که میدونید یک روز خوب از شب قبلش شروع میشه. یعنی چی؟ یعنی که شما اگه زود نخوابید و خواب کافی نداشته باشید، اون نتیجه‌ای که میخواید از روزتون نمیگیرید. پس باید چی کار کنید؟ باید روتین خواب داشته باشید یا همون روتین شب داشته باشید. روتین شب شامل چیه؟ صورتتون رو بشورید، حالا روتین پوستی خاصی دارید شب انجام بدید. و یه مورد دیگه هم این که مدیتیشن کنید. مدیتیشن باعث میشه ذهنتون آروم بشه و شما راحت‌تر به خواب برید و راحت‌تر بخوابید و خوابتون تیکه تیکه نشه که صبح بتونید راحت‌تر بیدار بشید. و یه نکته دیگه هم بهتون بگم، مثل همیشه اگه آموزش‌ها رو اجرا نکنید مطمئن باشید نتیجه نمیگیرید. هر روز پادکست داریم، پادکستامون توی حوزه توسعه فردی، عملگرایی یا دیسیپلینه. حتما گوش کنید، نتیجه میده و پادکستامون کاملا رایگانه. تو چنل تلگرام هم همشون رو براتون به صورت وایس گذاشتم و میتونید استفاده کنید. مرسی که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید. مثل همیشه همه میتونن موفق باشن، اما فقط اونای موفق میشن که با آموزشایی که میبینن عمل